اینجا هم کارخونه آبجوسازیه. این هم مدل های آبجویی که دارنه، انواع اقسام. این خانم هم داره توضیح میده. اینجا هم انبارشونه. این قسمت هم آبجو هر مدلی که بخوای بهت میفروشن. اینجاها هم ورودیشه. اینجا هم یه بار خیلی قشنگی درست کرده و موزیکی گذاشته و آتیشی روشن کرده و ملت هم اینجا همه شاد و خرم نشستن. دهکده آلمانیا هستیم در ونزوئلا. اینم منظره دهکده از بالا، فوق العاده زیباست. هوای خوب و آسمون بی‌نظیر. ببینیم از اینجا کلیسای دهکده. بله معلومه، خیلی فاصلمون زیاده.